با گذشت 9 ماه از تلاش ناموفق در پیدا نمودن جسد روزگلی 13 ساله، جستجوی دیگر برای آن هم نتیجه نداد. مادر او ماه نوامبر سال گذشته بعد در آب غرق شدن دخترش خواست آب این نهر خرد منع کرده شود تا فرزندش را یابند، ولی آن زمان چنین کار صورت نگرفت و اکنون با یک قرار رئیس شهر دوشنبه یک قسم شهر دوشنبه به آب ماند تا طلب مادر او اجرا شود. ساعت 4:00 صبح پورا هیئت شخصی ساختارهای نژادی کمیته، رئیست شهر دوشنبه ساختار نژادیش و رئیست نژادی کمیته در جمع 120 نفر برای برطرف برای کوفتکوی جسد سفربر گردیده شدند. خب تمام امکانیاتی که بود ما استفاده بردیم برای یافتن جسد، لیکن با ما میسر نشد که یابیم. نجات دهندگان میگویند برای پیدا کردن جسد تمامی تلاش خود را کردند. اینم سیل‌هایی که وقت‌های اخیر سیل‌های زیاد آمد، بارشات زیاد بود از کوه پورا قسمت دریا خون پر کرده شده بود. به همین خاطر ما همچه امکانیت حرکت کردیم، لیکن میسر نشدیم که جسد رو یافته به صاحبش دهیم. چنین نتیجه مادر روزگل را بیشتر ناامید کرد. روز انتظار که آمایسا پس کنن ساعت جمعه کنن دختر جمعه هم نه که من سری آمد میشه قمت دیدم اونجا امید مکان. من همش روزیم مثلا 4 ساعت دم جان یکم وای ندارم، شکایت ندارم، نه که میهک بار دیگه خواهش من قبول کنن که با تکنیک کن خودم میدونم تا سر خدا. پیدا نشدن جسد شک و شبهه‌ای را هم در دل مادر بیشتر کرده است. من خودم تسلامتی میگم یکی کس گرفته باشه دنیا ها چی مثال نه که نکنش با خدا هم میدونه. مقصد که دادگی آوای دادتای چیه مثال من 1 سال پیش همی خواه دیدم که دمی اوغال دیدمی جوش دوچه من میگفتم بچه گفت که خواه خواهی و قشلاق رمدن گفتن که قشلاق داون نباشه. این زن میگوید اگر تا این مدت آب منع کرده میشد شاید امکانی پیدا کردن جسدی فرزندش بیشتر میشد. وقتی به اسماعیل سامانی مراجعت کردم اما وقتی وای نوامبری بود گفتم مقصد که تیت وای نمیشه خواه کردم ماه اپریل بیا. من ماه اپریل برای چی خاطر نرفتم که مقصد بارانگری بود وای بود با این 2 بار رفتم وای کردن که خیلی ما ای پس شستیم قاق میکنیم روزای نزدیک دین زن زدن که آقا قاق میکنیم مثال من مینندار همه حکومت دارا که دستگیری کردن نه که هیچ نتیجه نداد. به نقل نزدیکانش روزگل تخمینا ساعتهای 10 روز 5 نوامبر همراه دوگانه‌هایش هیزمچینی می رود و هنگام آب نوشیدن از لب نهر خرد به داخل آن می افتد. مادر روزگل که بیشتر از 1 سال دور از دخترش در مهاجرت مهنتی در روسیه قرار داشت، با گفته‌اش با شنیدن خبر غرق شدن دخترش به تاجیکستان برمیگردد و دوام این مدت پی جستجوی جسد یگانه دخترش است.